بابا درود بر شما. خیلی خوش اومدید به ولاگ جدید از ما که قراره بتر کنیم مبدأ ما همون شهر همیشگی مرندمون به مقصد بندر شرفخانه که میخوره به دریاچه ارومیه. با هم اتصالاتی دارن، بریم ببینیم. این ولاگ خیلی قرار خوش بگذره. روز جمعه هم هستش، شلوغ جاده. دم همتون گرم، دوست داریم. خب دوستان، امروز جمعه است. از مبدأ ما مرند شروع کردیم به سمت شرفخانه. تو مسیر دو تا شهر داریم، یه صوفیان رو داریم و می‌پیچیم سمت شبستر. شبستر رو که رد کردیم 20 کیلومتر بعد شبستر میرسیم به بندر شرفخانه. رسیدیم وسط جاده تو صوفیان، ورودی صوفیان. یه مغازه خانوادگی داریم مثل همیشه به نام خالقلی یا همون به زبان فارسی پسرخاله. خیلی اسپرسوهاش درجه یکه. بریم، ما همیشه اینجا رد میشیم میریم. دفعه قبل آقا رضا داشت برمی داشت امروز چون من میخوام حساب کنم زورش اومد. آقا خدا وکیلی میگم وقتی خرید داداش بزرگه باشه داداش کوچیکه خرج نمیکنه. آقا خرید انجام شد ولی ناانصافی شد. این چرا؟ دفعه قبل خدا وکیلی چقدر شد؟ خرجای امروز آقا من افتاده گردن آقا، کارت آقا کشیده 30 تومن. خدا وکیلی ناانصافی شد. خریدای هفتگیشون هم امروز آقا رضا از اینجا خرید کردن. خیلی ناکس شدی. میگم که ایون یه کاری کنیم این به بعد جمعه ها که ما میخوایم بریم واسه فیلم و ضبط، جمعه ها صبح زود بریم بیرون. الان نزدیک ساعت 2. الان ساعت 2 فکر کنم. ساعت 2. همین 1 ساعت مسیرمون هم مونده. خوش میگذره؟ باز ما خواهیم بنزینمون هم پربرکت بود. خدا رو شکر تا اینجا رسوندمون. جلوتر بمب بنزینه، یه بنزینی هم میزنیم. یه پیکانی دیدیم قشنگ، شاید 40-45 سال ما رو برد به عقب. رانندش عالی، پدر سالار. آقا از تیپ پیکان سوار پدر سالار. چقدر تیپ خفنی. آقا خیلی دمت گرم. مرسی. دوستان بعد از مسافتی که بلوش 80 کیلومتر اومدیم، بعد از صوفیان رسیدیم به شهر شبستر. برسیم به 5 کیلومتری خامنا. بعد از اون کوزکلان 5 متری شبستره. 5 کیلومتر 5 کیلومتری شبستر آره. بعد میرسیم به شرفخانه. همزمان که دارم ولاگو میگیرم دارم پروژه های ادیت هم میزنم. خیلی فشرده. هم دارم فیلم میگیرم یهو دارم پروژه میفرستم دوباره ادیت میزنم و این یکی از جذابیت های شغل همه میگن همه راست میگن همه در به درم کردی تو کردی دیوونه و شوریده سرم کردی تو کردی. رسیدیم به شهر توریستی بندر شرفخانه. ما رو گرفتیم. بعد خیلی مهمان نواز بود این رستوران فوق‌العاده.
آرزو هم که هم میشه از فرصت اینترنت، فرصت زمان، نه من از همه چی استفاده میکنه برای کارهای اداری و کارهای پاکیزگی. چیزو دارم میگیرم که از میخوام فیلم بگیریم. شیشمون خیلی کثیف بود. خدا وکیلی راست میگه، شیشه خیلی کثیف بود. بعد بریم ادامه راه و مسیر و مقصد و غذا توه، اینم نونا. مرسی. الان از اینجا میخوایم لوکیشن بزنیم که بریم سمت باغ دوماد عمو. اینجا شهر قشنگیه، آب و هواش یه مقداری خشک هست ولی خوبه. این دوماد عمومون موقع که میاد سمت روستای ما ماشینش تو جاده خاکی نمیاره. خب میگه ماشینم خراب میشه، نمیدونم تایراش چیز میشه. بعد اینجا خودش تو همین مسیر جاده خاکی رو داره میره. پس اینجا معلوم میشه که فرق میذاره. شب به اون چشمان خواب نرسه، به تو میخوام محتاب نرسه، بریم اونجا که دیگه به تو دست محتاب نرسه. همین آقا ببخشید ولی خدا وکیلی ناانصافیه. الان اینجا داری با بیل کار میکنی که مثلا کار میکنی، ببین داره میاد جلو. ای خندای خدا. فیکان جوانان باشه و چیزی که توی طبیعت غذا و کباب و این چیزا خیلی خوبه، همونجا تو آتیش و این چیزا درست کنی. ولی امروز چیکار کردی؟ به خودمون زحمت ندادیم، گفتیم که راحت باشیم، چون به قولی گفتیم یه روز راحت باشیم. رفقا رسیدیم باغ دوماد عمومون که خودش اینجا حضور داره ولی خیلی قشنگ داشت فیلم بازی میکرد. تا ما رو دید سری داشت بیل میزد که یعنی من دارم کار میکنم. الان رسیدیم اینجا، در خدمتشون هستیم. عموم که تاج سر، آقا سیروس هم که بزرگ ما، عزیز دل ما، این هم که امیر ایمنمونه. ما رو خوردیم، خیلی چسبید. برنج از خونه بار گذاشته بودیم، آماده بود، اومدیم خورشی هم با هم گرفتیم، کباب و چیزی از این چیزا. متاسفانه معذوریم از خوراکایی که میخوریم براتون. دیگه یه سری قانون و قواعدیه که احتمالا خودمون خواستیم. باغو تمام کردیم و دمشون گرم، خیلی پذیرایشون خدا وکیلی خیلی خوب بود. بعد داریم میریم الان سمت دریاچه. یه سمت دریاچه ارومیه این طرفه، یه سمتش هم که سمت خود ارومیه است. بریم ببینیم وضعیتش چطوریه و ازش فیلم میگیریم. همراه باشید. رسیدیم ساحل شرفخونه. بنادر نوشتن موزه دریایی، یعنی دریا خوش شده. کشتی اونور مونده، با ماشین نمیشه بریم اونور. اینجا هم یه دریاچه مصنوعی زدن که یه حس و حالی و یادگاری از این دریا باشه. مصنوعیه. رفقای گل رسیدیم دریاچه تو بندر. البته بندر یه زمانی قشنگ آب داشت، الان اگه اونور نگاه کنی کلا خوش شده. ببین اینم ببین یه کشتیه اونجا، نه؟ یه کشتی اونجا هستش. آره آب هست ولی خیلی کمه،
هواش خوبه، بعد خوبه. ویدیو بعدی که پس این حرفم میخوام بذارم یه ویدیو از این آبه با صدای خودش طبیعی، خیلی ASMR خفنیه، یعنی صدای خود آبو براتون میذارم ببینید. اینجا که ما الان داریم قدم میزنیم، داریم راه میریم، یه زمانی دریا بوده، اینجا آب بوده. اینجا بندر شرفخونه است، ولی همون دریاچه ارومیه است که متصل به اونه، کاملا هم ببین نرم. آفتابش خیلی میسوزونه، آفتابش خیلی تیزه، اونم به خاطر اینکه خب هوا صافه، دود و دمی نیستش این تهران. اینم ایون ماه که داره میره بالا. مرد. خب شن آقا جون رو برداشتم، میخوایم بریم بالای این سکوه. میگن که تازگی ها مثلا چند وقت پیش اومده بود تا انتهای این راه. این سکو رو میگه روسیه درست کرده بود. روسیه ساخت واسه تعمیر موتور کشتی‌ها. 5-6 سال قبل تانک‌های سکوه آب اومده بود و اینجا رو ساخته بودن و حالا به یه سری دلایل دیگه متأسفانه دیگه آب رفت و نیومد. آقا آروم، آدمایی که دارن میان رو ببینید. آقا رضا یه چیزی گفت هیچکی نمیومد. ما هلوش شاید نیم ساعت 40 دقیقه است بندریم، بعد هیچکی روی پل روی سکو نمیومد، همه از زمین، از خود خشکی که دریا خشک راه دارن میرن. بعد ما که اومدیم بالا روی سکو راه بریم، همه دارن پشت ما میان. الان رامیا که هیچی، اونجا هم میدونن اصلا. بران کشفیز خون افشان ز دست آن کمان پیام‌های بازرگانی از آن چشم و از آن جام بس فتنه خواهد دید از آن چشم و از آن واقعا دل آدم میسوزه به این درگی. عکس آقا دیرمون شده. اون طرف بابا نه ترس، نمیشکنه، دیرمون شده. آروم نزن. آقا دیرمون شده و میذاریم رو صحنه دورتون که زود برسیم. نه ترس بابا بیا برو تو.